آیا تا به حال شده که در زمان خوندن کتاب مقدس از خودتون بپرسید که این کتاب چرا انقدر طولانیه؟ و این همه شخصیت‌های مختلف که در کتاب ظاهر میشند با هم چه وجه مشترکی دارن؟ آدم و حوا، ابراهیم و یوسف، پادشاه داوود و شخصیت‌های فرعی مثل بتشیبا، مادر سلیمان، نعومی و بوئز و خیلی‌های دیگه. بسیاری از ما بارها و بارها با خودمون عهد کردیم که کتاب مقدس رو از اول تا آخر بخونیم. اما بعد از مدتی در میان اون همه داستانها و شخصیتهای مختلف سررشته کار از دستمون به در رفته و بعد از گیج شدن بسیار پروژه خوندن کتاب مقدس از اول تا آخر رو نیمه کاره رها کردیم. در این حال خیلی از ما با کتاب‌های بزرگ و حماسی آشنایی داریم و از خوندن اونها لذت بسیار بردیم. یا با تماشای فیلم‌هایی که بر اساسشون ساخته شده سرگرم شدیم. ما ایرانی‌ها با کتاب حماسه ملی خودمون یعنی شاهنامه فردوسی آشنایی داریم و خیلی از ما مثلاً با کتاب حماسی ارباب حلقه‌ها به نوشته تولکین آشنایی داریم. به خصوص بعد از اینکه هالیوود اون رو در یک فیلم 3 قسمته بزرگ به روی اکران آورد. ما توی این ادبیات حماسی می‌بینیم که با وجود پیچیدگی داستان و تعداد زیاد شخصیت‌ها و وقایع، یک رشته اصلی در کل داستان جریان داره. با دنبال کردن اون رشته اصلی میتونیم ببینیم که چطور نویسنده یک پیام مهم و بسیار عمیق رو به ما القا میکنه و میفهمیم که هدفش از نوشتن داستان طولانیش چی بوده. شاید شنیده باشید که کتاب مقدس یک کتاب نیست، بلکه در حقیقت یک کتابخانه است که از مکتوبات انبیا تشکیل شده و در حدود 1600 سال نگارش و جمع‌آوری اون طول کشیده. البته این کاملاً صحت داره، اما در عین حال نباید فراموش کنیم که اون کسی که از طریق انبیا در تمام این 1600 سال سخن میگفته و در واقع نویسنده اصلی کتاب محسوب میشه، کسی نیست به جز خداوند. پس ما در کتاب مقدس هم با تعداد زیادی کتاب مواجه هستیم که نویسنده‌های مختلف با سبک‌های مختلف دارند و هم با یک کتاب بزرگ حماسه‌ای که یک نویسنده الهی داره. کتاب مقدس بزرگترین و عمیق‌ترین کتاب حماسی جهانه و محصول مشترک انسان و خداست. این کتاب داستان محبت خدا نسبت به بشر رو تعریف میکنه و از اشتیاقش برای وصل کردن ما به خودش برای همیشه سخن میگه و به ما نشون میده که خدا حاضر شده تا کجا پیش بره و چه بهایی رو بپردازه تا بشر نادون و خطاکار رو که مثل یک گوسفند گم شده در بیابان سرگردان بود به آغل امنش برگردونه. در فیلم بعدی با هم این داستان حماسی رو مرور می‌کنیم.